ژاپن کشور زیبایی هستش که اگه یه بار به اونجا سفر کرده باشین متوجه میشید که هر گوشه‌ای از اون با یه چیز منحصر به فردی تزیین شده که احتمالاً ازشون تا الان خبر نداشتید. امروز قراره چند تا از اونها رو براتون مثال بزنیم که ممکنه براتون جالب باشه. لایک ویدیو رو بزنید و در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. مورد اول نمایش غذا توی ژاپنه. اگه این اولین باری باشه که شما به ژاپن سفر میکنید و نگرانی هایی رو در مورد انتخاب غذا توی ژاپن دارید، مردم ژاپن این گمراهی رو کاملا درک کردن و راه حل مناسبی براش دارن. اونا ماکتی از غذا تهیه میکنن تا به شما کیفیت غذای اصلی رو نشون بدن. این کارشون بیشتر از 100 ساله که وجود داره و رستوران ها بهترین غذای خودشون رو توی ویترین هاشون نمایش میدن تا مطمئن شن که خوراکی‌های انتخابی جذاب به نظر میاد و مشتری‌ها انتخاب راحت‌تری داشته باشن. اولین بار این کار توسط شخصی به نام سوجیرو نیشیو انجام شد. اون ابتدا از موم برای نمایش گذاشتن غذاش استفاده میکرد، اما بعدش که پیشرفت میکنه به نسخه پلاستیکی ارتقاش میده. اونا اول میان یه غذای واقعی رو به صورت کامل آماده میکنن، بعدش یه مایع پلاستیکی رو داخلش میریزن تا خنک میشه. حالا نوبت به نقاش میرسه تا زرق و برق بندازتش و مراحل نهایی رو انجام بده و در نهایت ماکت ساخته شده داخل ویترین قرار میگیره. مورد بعدی ماشین‌های اتوماتیکه. خیلی از این ماشین‌های اتوماتیکی که می‌بینی توی خیابون‌های ژاپن وجود دارن و اونقدری که شاید حتی از دیدنشون خسته‌ام بشید. این ماشین‌ها بخش اساسی از جامعه ژاپنی هستن و مطالعات نشون میده که بیشتر از 5 میلیون ماشین اتوماتیک توی سراسر کشور وجود داره که یعنی به ازای هر 23 نفر یه ماشین وجود داره. بهترین قسمتش اینه که همه چیز میفروشن، یعنی هر چیزی که توی فروشگاه معمولی به فروش میرسه رو این ماشین‌های اتوماتیک هم در اختیار مشتریاش قرار میده. اولین ماشین اتوماتیک فروش کالا برای توزیع آب مقدس استفاده میشد. ژاپن این ماشین رو در سال 1888 تقلید میکنه و توسط یه سازنده آماتور ساخته میشه. اما این ایده تا دهه 1950 گسترش پیدا میکنه و توی ساختمان‌های اداری نصب میشه. امروزه این ماشین‌های خودکار تقریباً 100% از همه بلیط‌ها، کنسرو، غذاهای آماده، نوشیدنی و حتی چتر و خیلی چیزای دیگه رو هم به فروش میرسونه. شماره 3 هتل‌های کپسولی. مطمئناً با اقامت توی این هتل‌های کپسولی تجربه جدیدی به دست میارید. این کپسول‌های کوچیک ارزان‌تر از اتاق‌های هتل‌های معمولی هستند، ولی ویژگی‌هاش هم نسبت به چیزی که تصور می‌کنید بیشتره. اتاق‌ها زیاد بزرگ نیستن و فقط یه تخت توی اونها قرار داره. اما افرادی که داخل این هتل‌ها هستن باید حموم، توالت و سالن‌های غذاخوری مشترکی با هم دیگه داشته باشن. این هتل‌های کوچیک امروزه به قدری محبوبه که کشورهای زیادی از این روش استفاده میکنن. هرچند اقامت توی این اقامتگاه راحتی کافی نداره، اما از نظر مالی خیلی بصرفه است. اگه میخوایم به فرهنگ ژاپن نزدیکتر بشین، بهترین انتخاب برای شماست. فضای شخصی هر کسی توی این کپسول‌ها رعایت میشه و بهترین اقامتگاه برای هر کسی بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعیشه. قسمت بعدی سیستم حمل و نقل کشور ژاپنه. ژاپن یکی از کشورهایی هستش که به سیستم حمل و نقلش اهمیت زیادی میده. سفر به اطراف ژاپن خیلی ساده است. اکثر شهرهای اصلی ژاپن توسط یک شبکه قطار سریع و سیل به همدیگه متصل شدن. این قطارها با سرعت 320 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن و تمام امکانات لازم برای سفر راحت شما رو فراهم میکنن. اتوبوس هم انتخاب ایدئالی برای افرادی هستش که پول کمتری دارن. گرچه کندترن اما راحت و کارآمدن. اگه توی شهر سفر میکنین، اتوبوس‌های کوچیک، تاکسی، مترو انتخابای خوبی برای شما هستن. سایر وسایل‌های نقلیه شامل اتومبیل‌های اجاره‌ای، دوچرخه و کشتی هم وجود داره. تعداد خیلی کمی از کشورها توی جهان هستش که مثل ژاپن اینقدر در مورد سیستم حمل و نقل خودشون متحد هستن. تقریبا همه چیز توی این وسایل‌های نقلیه به صورت خودکاره و رضایت مشتری رو بالا میبره. دولت این کارو میکنه تا مردم به جای استفاده از وسایل‌های شخصی و ایجاد آلودگی تشویق بشن که از سیستم‌های حمل و نقل با کیفیت بالا استفاده کنن. بعد از خوردن غذای مورد علاقتون توی ژاپن، حالا باید به سرویس بهداشتی برین. وقتی وارد اونجا میشین، یه سورپرایز دیگه میبینین. ژاپن یه سیستم توالت هوش مصنوعی داره. ابتدا به نظر پیچیده میاد، اما وقتی عملکردش رو متوجه میشین، دوست دارین که دوباره ازش استفاده بکنین. این توالت‌های پیشرفته کارهای بیشتری از اون چیزی که ممکنه تصور کنین انجام میدن. اونا میتونن صورت حسابای شما رو پرداخت کنن، خودشون رو تمیز کنن و صندلی رو برای شما گرم کنن. در سال
2017 شرکت ژاپنی توتو که بزرگترین سازنده توالت در جهانه، گزارش سود بیشتر از 311 میلیون دلار رو میده. این سودهای بزرگ از سرمایه‌گذاری بیشتر روی توالت‌های هوش مصنوعیش به دست اومده بود. امروزه تقریباً 80% از خونه‌های ژاپنی توالت‌های هوش مصنوعی دارن و این اختراع تا 70% از آب رو صرفه‌جویی میکنه. هر توالت آبی دارای دکمه‌ای هستش که دستوراتی رو مدیریت میکنه. ویژگی بعدی کشور ژاپن احترامه. احترام پیشخدمت‌ها و کارکنای ژاپنی فقط توی فیلم‌ها نیستش، بلکه خیلی از ژاپنی‌ها واقعاً فروتن و با احترام دیده میشن. احترام نشون دادن بخشی از فرهنگ ژاپنیه و یکی از راههایی که برای نشون دادن احترامشون بدون بیان کردن از اون استفاده میکنن، تأسیس کافه‌ها و رستوران‌های خدمتکار و پیشخدمتیه. بازدید کنندگان از این کافه و رستوران‌ها باور دارن که این آقایان و خانم‌های پیشخدمت که لباس‌های زیبایی میپوشن خیلی زیبا و آروم و مؤدب هستن. وقتی که به این رستوران‌ها میرین میتونین ازشون درخواست آهنگ ویژه کنید یا باهاتون غذا بخورن یا هر درخواست دیگه‌ای که فکرشو بکنید. این کافه در دهه 1990 به معروفیت رسید و اولیش در سال 2001 تأسیس شد. بازدید کننده‌ها میتونن منو رو بررسی کرده و غذا و خدمات رو به صورت تکی یا ست سفارش بدن. ست شامل یه اجرای زنده، یه وعده غذایی ویژه تزیین شده و یه عکس با یکی از خدمتکاراست. گرچه کار تو این کافه خسته کننده است، اما خیلی از کارکنان از شغلشون راضی هستن. مورد بعدی طعمای منحصر به فرد بستنیاشه. توی ژاپن میتونید از طعمای مختلف بستنی لذت ببرید. اولین گروه از شهروندان ژاپنی که بستنی خوردن سامورایی‌ها بودن که در سال 1860 به آمریکا سفر کرده بودن و وقتی که به ژاپن برگشتن بستنی رو به خانواده و دوستای خودشون معرفی کردن. ژاپن نسخه‌ای از بستنی‌های خودش رو در سال 1809 تولید کرد و تا سال 1902 خیلی بیشتر معروف شد. از اون زمان خیلی از طعمای منحصر به فرد معرفی شدن. امروزه این کشور بیشتر از 25 طعم بستنی داره و نمیتونین به این کشور بیاین و طعمای مختلف بستنی اون رو تست نکنین. علاوه بر طعمای مختلف بستنی‌هایی با طعمای عجیبی مثل مارماهی، میگو، بال مرغ، ماهی و صدف و کاکتوس رو هم حتی برای مشتریاش آماده میکنه. مورد آخر بشقابای اوتوشی هستش. بشقابای اوتوشی اولین خوراکی هستش که همراه با سفارش اولین نوشیدنی یا غذاتون توی رستوران برای شما سرو میشه. برای اولین بار که به این کشور سفر میکنین ممکنه یکم عجیب به نظر برسه. وقتی شما یه نوشیدنی سفارش میدین به شما یه بشقاب اوتوشی داده میشه. این بشقاب قبل از وعده‌های غذایی اصلی هم میاد. هر مهمون یکی به صورت فردی دریافت میکنه. عجیبه که قیمت اون به سفارش اصلی هم اضافه میشه، در صورتی که حتی اگه اون رو سفارش ندید. اوتوشی کمک میکنه که قبل از وعده‌های اصلی گشنگی زیاد اذیتتون نکنه. بعضی وقتا میشه که به پیش خدمت بگین که اوتوشی نمیخواین و از صورت حسابتون حذف میشه، اما توی بعضی از جاها اجباریه. اینها خلاصه ای از چیزای جالبی بود که توی کشور ژاپن میتونید پیدا کنید. اما به نظرتون کشور چین چه چیزایی برای گفتن داره؟ توی یه ویدیوی دیگه این مورد رو هم با هم بررسی میکنیم. پس ممنون میشم که برای حمایت از ما لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله برای اینکه کاری بعدی ما رو از دست ندید فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.